دومین روز آبگیری بند همبستگی سنجی لمان چقدر باقی مانده دیگه. دیشب خیلی هم زیاد شده که شما تصویر مشاهده همین. یعنی دوستان این قسمت که کم مانده تا قل سوخته برسه دوستان محترم، اونم دیگه آواز سرزه پایین میشه. یالار دیگه کشت که این رسادی 3 و 20 دقیقه متر بود دیگه و انتظارم کم کم به پایان رسید. بعد از بالاخره این اثر قل بین از تالا اونجا کشت که دیگه ورودی بند همبستگی سنجی لمان را میبینید که در آخرین نقطه یعنی ملاف سوختنک دوستای محترم فقط 30 ثانیه دیگه باقی مانده تا آواز سرزه پایین شنه دوستای من. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدای مهربان. با عرض سلام احترام و وقت بخیری دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز، هموطنان گرامی، خیرین محترم، حامیان بزرگ پروژه پر افتخار بند همبستگی سنجی لمان. وقت همگی شما بخیر باشد و برای هر یک شما آرزوی سلامتی و جانجوری دارم. بینندگان عزیز و هموطنان گرامی، اندیم در رسوبگیری اولی که توسط اسکواتور ساخته شد بینندگان عزیز، با اینکه بعد از بارندگی هایی که دیشب آب ورودی بند همبستگی سنجی لمان هم اضافه شده و هر لحظه مو آبم اضافه تر شده. ما را شما تصویر مشاهدین همدیم که وضعیت رسوبگیری بند همبستگی سنجی لمان را بررسی کنیم که در چه حالت و بعد از بارندگی های طولانی مدت. دوستای محترم میبینید که آب ورودی بند همبستگی سنجی لمان هم زیاد شده بعد از بارندگی های دیروز. چقدر آب زیاد شده دوستان شما تصویر مشاهدین. دوستای محترم بریم بالای دیوار رسوبگیر و کاسه رسوبگیر اولی را بالاش نشان بدیم که در چه وضعیت قرار داره. این عزیز چقدر آب داخل کاسه رسوبگیر اضافه شده دوستای محترم. یعنی ملاف سوختنک دوستای محترم شما تصویر مشاهدین چقدر کلان شده، چقدر تازه. دوستان محترم شما مقدار ورودی بند تصویر مشاهدین که قرنگای او کف کده. از این معلومه که مقدار خیلی زیاد شده مقدار ورودی بند که شما تصویر مشاهدین. ماشاءالله خیلی هم زیاد شده بعد از بارندگی. خب دوستان محترم آمدیم در
روبروی قل سوخته که بودن توی اینجا و از قل سوخته اضافه میشه در مقدار ورودی بند همبستگی سنجیلمون که قبلا از این قسمت هدایت شد و حالی آوره از این قسمت طرف آخرین نقطه آب استاده هدایت دیده که شما تصویر مشاهدنین و مقدار ورودی بند همبستگی سنگجوی لمان بعد از بارندگی های دیشب خیلی هم زیاد شده که شما تصویر مشاهدنین. بریم از آخرین نقطه آب استاده بند همبستگی سنگجوی لمان ولشیم ویدیو بگیریم که چقدر از آب داخل ریگریشن شده. خب دوستای محترم آمادیم در آخرین نقطه آب استاده بند همبستگی سنجوی لمان. شما مقدار ورودی بند همبستگی سنجوی لمان را میبینید که در آخرین نقطه آب استاده اضافه میشه. اینیم آخرین نقطه آب استاده بند همبستگی سنجوی لمان. شما تصویر مشاهدن داخل ریگریشن شده دوستای محترم که کم مانده تا قل سوخته برسه دوستای محترم. اونم قل سوخته دوستای محترم که دیگه ابراهام جمع شد تا لحظات بعد بارندگی شروع میشه. مال یک دانه بارندگی آغاز کرده باران و آخرین نقطه آب استاده دوستای محترم در این قسمت ها رسیده و حجم بسیار زیادی آب داخل کاسه رسوبگیر و ریگریشن بند همبستگی سنگجوی لمان شده. گزارش داده از بند همبستگی سنگجوی لمان. همین لحظه ساعتم بدشون بگیم که ساعت چنده و مقدار ذخیره شده داخل کاسه رسوبگیری بند همبستگی سنگجوی لمان شما تصویر مشاهدنین. دوستای محترم ساعتم 3:36 است که ماندیم در آخرین نقطه آب استاده بند همبستگی سنگجوی لمان در 122مین روزی آبگیری بند همبستگی سنگجوی لمان قرار داریم. یعنی هم پرنده ای که شما در تصویر مشاهدنین لبی ها ونده سه محترم. خب دوستای محترم آمادیم در نزدیک دیوار رسوبگیری بند همبستگی سنگجوی لمان در سمت جنوبی دیوار رسوبگیری بند همبستگی سنگجوی لمان استاده هستم. بلشم ویدیو میگیرم. هر شما فعلا نمای بسیار زیبا و قشنگ آخرین نقطه آب استاده را تصویر مشاهدنین که آب از کاسه رسوبگیر عبور کرده و نصف ریگریشن بند همبستگی سنگجوی لمان هم فرا گرفته و آخرین نقطه آب استاده امسال فکر کنم که تا سرریزه را دوستان محترم که سرریزه پایین نشنه امسال در آخرین نقطه ریگریشن و روبروی قل سوخته خواهد رسید و این نمای بسیار زیبا و قشنگ آب استاده داخل کاسه رسوبگیری بند همبستگی سنگجوی لمان و این هم دیوار رسوبگیر بند همبستگی سنگجوی لمان که شما تصویر مشاهدن که ارتفاع 6 متر ساخته شد بیننده عزیز و مدتی 2 روز که ما گزارش از بند همبستگی سنگجوی لمان تهیه نکردم دوستای محترم. یک روز شنبه و روز یک شنبه امروز بازم در خدمت شما بیننده عزیز و خیرین محترم آمادم که فعلا هم ساعتم 3:40 عصر که ما در رسوبگیری بند همبستگی سنگجوی لمان بلدشون ویدیو میگیرم و اینی هم مقداروی ذخیره شده در دوستای محترم در دیوار پیش روی خیلی دیوار رسوبگیر شما در تصویر مشاهدنین.
دوستای محترم قبلا که پله سومی را اندازش گرفتم دوستای محترم 1 متر بود و امروز 1 متر دیگه هم زیر آب شده دوستای محترم. پله سومی زیر آب شده و ارتفاع 6 متر بند دیوار رسوبگیر بند همبستگی سنجی لمان که 6 متر بود 3 مترش امروز کاملا زیر آب شده. فقط 3 متر دیگه از ارتفاع دیوار رسوبگیر بند همبستگی سنجی لمان باقی مانده. خب دوستای محترم آمدیم در سر بند همبستگی سنجی لمان که شونو یک پایه بودک خیلی کم مانده که زیر آب شده 30 سانتیشی مانده که زیر آب شده دوستای محترم. حجم خیلی زیادی آب داخل کاسه بند شما در تصویر مشاهده می‌دارید که مدت 2 روز که نندادم مقدار آب خیلی بیشتری ذخیره شده و آب بالا دوستای محترم. این قسمت می‌بینید که یکان 30 سانت باقی مانده از ارتفاع بند که شما در تصویر می‌بینید. و دوستای محترم بریم در سرریزه که در سرریزه را اندازه گیری کنیم دوستای محترم که ارتفاع آب در 122 روز آبگیری بند همبستگی سنجی لمان چقدر باقی مانده. بند دوستای محترم خبری خوش برای بیننده که بند همبستگی سنجی لمان فقط تا 2 روز دیگه کاملا پر میشه دیگه و بارندگی که 2 روز انجام شد خیلی زیاد حجم او بالا ده و روز جمعه که دادیم 82 سانت در دهن سرریزه باقی مانده. تو امروز بریم آب را اندازه گیری کنیم که در روز 122 روز آبگیری بند همبستگی سنجی لمان چقدر باقی مانده دیگه. خب دوستای محترم فعلا در سرریزه بند همبستگی سنجی لمان قرار داریم که آب را اندازه گیری کنیم که در روز جمعه که دادیم دوستای محترم 82 سانت باقی مانده و مدت 2 روز که نندادیم امروز آب را اندازه گیری دوستای محترم که چند سانت دیگه باقی مانده. فعلا ما متر در دیستیم دوستای محترم آب را اندازه گیری کنیم که 122 روز آبگیری بند همبستگی سنجی لمان چقدر از ارتفاع مجموعی بند باقی مانده. دوستای محترم یعنی آب را اندازه گیری کنیم دوستای محترم. اینالی سر متر دقیق تا تماس داره دوستای محترم. فقط 30 سانت دیگه باقی مانده. فقط 30 سانت دیگه باقی مانده تا آب از سرریزه پایین شده دوستای محترم. امروز هم روز 122 روز آبگیری بند همبستگی سنجی لمان قرار داریم. ساعت هم دوستای محترم کسته 3:50 دقیقه همخسی هسته که ما ولی شما را اندازه گیری کنیم و بعد از بارنده های 2 روزه دوستای محترم مقدار آبی بند همبستگی سنجی لمان هم خیلی زیاد بلند 82 سانت بود و فعلا آری 30 سانتی باقی مانده. خب دوستای محترم و بیننده خوبی جاغوری فردا همین پالوی عرفان جان که مدت چند روزی که ما نام دادم از سوالیم که در این مدت چند روز چیز کار ده و نیالایی که آورده در سر بند همبستگی سنجی لمان از ولسوالی خشمیری چقدر نیالا باقی مانده یا تمام شده. دکتر این نیالا دیگه کش دیده این روز ساعت 3:20 دقیقه متر بود دیگه کامل خلاص شد. هم نیالا هم که ورده در ویدیو دفعه قبل هم گفتی نیالای هم مسمیر بود هم غیر مسمیر که شندون زیرم ما آقای تقیزاده در ما چکت داد. اون 200 دانه نیال بود 4 پیون ما چکت گرفته دادم. چند روز چند نفره کشت کردین خلاص شد؟ 3 روز 2 نفره کشت کرده 1 روز ما تنها کشت کردیم. روز که امروز جایی که ویدیو گرفتیم امروز جایی مو کشت کرده رفته در طرف پایین کل
تا جایی که جای داشت که استاد معین هم کشت کرده دک اون جای خالیش هم اون کشت کرده دیگه از اون جایی که نیالایی که باقی مانده اینی طرف دایی که از جمله 50 دانش درخت بودک درخت پالونیا که غیر مثمر میشه ای و اثر قل ده بین از تالا اونجا کشت کرده دیگه بقیهش دی بغل طرف جنوب کشت کرده طرف جنوبی به خاطر اینجا گیلش خوب بود چی امکان ازی که بگیره درصدیش بالاه بارندگی یک عالی ده همکنون در ساحل بند همبستگی سنجوی لمان که شما در ویدیو مشاهده نین. دوستای محترم بریم از قسمت که نیالا را عرفان جان شنده هم بلدشم ویدیو بگیم که نیالا تا کدام قسمت ها شنده شده و دیگه نیالا هم تکمیل شد شندونچی خلاص شد دیگه اینیم مقدار آب ذخیره شده در کاسه بند سیم دوستای محترم ما دیدیم در بالای دیوار بند همبستگی سنجوی لمان بلدشم نشان بدیم که آمادگی بلدیزی گرفته که او فردا بخیر از سریزه پایین میشه بعد از امشب که بارندگی گفته 2 روز 3 روز بارندگی گفته حتما صبح ساعت 9 بجه تا بجه دوستای محترم اگر بارندگی شدت چنه 30 سانت از ارتفاع بند باقی مانده که مکنونم بارندگی آغاز شده دیگه آب از سریزه بخیر پایین میشه و اینیم آمادگی لازم را گرفته دوستای محترم که شما در ویدیو مشاهده دو طرف ترپال پرخاک کرده و این راهی که او برو مرور را جور کرده و فردا انشالله دیگه آب از سریزه پایین میشه. و این دو طرف هم بوجی خاک اشته ترپالا را پرخاک کرده که چی یک تصاویر زیبایی خواهد شد فردا که آب از سریزه پایین شده دوستای محترم. میگم بریم قسمت پایین بندم بلدشم ویدیو میگم دوستای محترم که نیالایی که به تعداد 200 تنه نیالای مثمر و غیر مثمر امروز رسما ساعت 3:20 کشت تمام شده از او قسمت هم بلدشم ویدیو میگم. خب دوستای محترم دیگه فردا آخرین روزی آبگیری بند همبستگی سنجوی لمان خواهد بود و انتظارم کم کم به پایان رسید بعد از بالاخره بعد از 123 روزی آبگیری بند همبستگی سنجوی لمان دیگه کاسه بند پر خواهد شد دیگه فردا آخرین روزی آبگیری بند همبستگی سنجوی لمان است که بخیر دیگه آب از سریزه پایین میشه چه یک تصاویر زیبا و قشنگی خواهد شد بعد از پایین شدن آب از آبشاری 33 متری دیواری بند همبستگی سنجوی لمان دیگه اکنون هم باران هست این قسمت ها دوستا در تصویر مشاهده سمت جنوبی کاسه بند دوستای محترم قسمت پایین بند دیگه اینجا جای بسیار مناسب بلده نهال بادام هست اگر کشت کنه خیلی هم عالی میشه چون هم ریگ داره سرخ ریگ هست بلده بادام هم خیلی خوبه و همچنین دوستای محترم دیگه بلده بادام کسا به دو دلیل گفتم میتونم که اینجا بهترین جایی که در جای سرخ خوب میشه بادام و دوم دیگه کماوه چون در بغل تپه نیاز در آبیاری بیشتری نداره و اینی هم
نیالایی که دوستان محترم شنده شده، یعنی شما در تصویر مشاهدین تا چند لحظه پیشم اینجا کار میکرد. نگاه ارفان جان نیالا را شنده، درختانی چهارمغز، سیوه که چهارمغز سیوه دوستان محترم، این قسمت ها کلان سیوه شنده شده. یعنی دوستان این قسمت ها کسته تود شنده شده که نیالای خیلی زیادی شنده شده که شما در تصویر مشاهدین بادام و سیو و توت این قسمت ها شنده شده. این هم بادام دیگه از نیالای مسمیری من هم بستگی سنجیلمان که بلدشم نشان دادم دیگه. بسیم نزدیکی ارفان جان نیالا را تمام کردن. حدودی 200 تا نیال که از سلسالی خوشمیری آوردد دوستان محترم. دیگه ولی کاملا شنده، یعنی دقیق قول گسته دوستان محترم درخت. این درخت این آو که شما تصویر مشاهدین دوستان محترم آوی خروجی بنده دیگه. انشالله فردا که آبم زیاد میشه. یعنی درخت های غیری مثمری بنده همبستگی سنجیل مانه که شما تصویر مشاهدین این حالی. درخت های غیر مثمری بنده همبستگی سنجیل مانه که کنم این می دیگه درختان پاولونیویه. ساینم کشتی درختان پاولونیو در قسمت پایین بند که بلدشم نشان دادم و او قسمت هم درخت های مثمره که شنده. یعنی هم بود از برنامه نیالشانی که ختم شد دوستان محترم. دو بسیار خبری خوشحال کننده یکی قرص بیش از 200 تا نیال مثمر و غیر مثمر در قسمت پایین بند یک خبر خوش و خبر خوش دوم که دیگه فردا آخرین روز آبگیریه که بخیر آب از قسمت آبشار بند همبستگی سنجیلمان پایین میشه و اینیم آبی خروجی بند دوستان محترم.